شما یکون تشویش نشوید، من خودم راه میکنم. پروا نکنید با شفیعرم راه میکنم. خوب خدا نگهبان. بله خوب. یک حجت هستد بعد از اینجا برآمدم و برده به جای درکوری رسون. مالا شکر البته میبرم. چی شد با شما؟ خیلی بعد همه خوراک خوردن ناراحت شدم. بیا با وقت رویم. بیا. از این پس یا حیات ناراحت شده میگردی. سگ بچه صبح میدمد. خدایا خداوندو من میدانم که تو یگانه و بهترین رزق رساندنده به همتا هستی. همه یعنی همین پرنده هکا و اونجا شرنده هکا نیز رزق تو را میخورم. من اخمق کردنی تا ما مثل این بیهوتیت سفر میکنیم. نگینه دیدن نگینه میخواهد. نگینه در قدی کوچه مونده سکن برای دو سگ بچه. خدا جان من هر شب فرزند یگانه ام را خواب میبینم که با چه مشکلی های گرفتار شده است. از خدا جان من زاری میکنم، تولا میکنم فرزند یگانه ام را در پناهت نگه دار خدا جان. الو خیرالله چی تو من احمق کردی ها؟ کجا شد این شمسی گفتگیت؟ هیچ کس نآمد از پیش من. خیر حاضر میبینیم بچه خدا جان شیرین این خیرکای کردگی مرا با درگاهت قبول میکنی و فرزند یگانه ام را در پناه اسمت خدا جان داری. خدا جان فرزندم را در پناه خدا نگه. خدا جان نگذار که باید در دلم گرفتار شد. خدا جان من نمیخواهم که آبروی من را ریزاند. این دختر درکش نیست. در کجا میگردد؟ شرمنده.
ابله باشد اومد. لیلو اینجا بیا. لابای کجا؟ روزم بیگاه شده ایستاده است. اوه مادر جان، اگر شما سیاد می شدید من اینقدر آواره نمی شدم. به هر حال ناامید نمی شوم، جستجو را دوام می دیم. در کجا میگردی؟ در کجا میگردی میگم؟ ای اوچا جان فقط پریشان خاطر هستی ها؟ اوچا جانی من انا امروز خیلی در شهر قدم زدیم. خودتون ببینین که شهرمون چندقدر آباد شده است. لیکن یک خواهش دارم اوچا جان. ای طرف بیا. در کجا بودی؟ در کجا بودی میگویم؟ تو از کی به اختیار خودت شده ها؟ در نیمه شب ساعت 6 بیگاه شد. من نفهمیدم اکا جان. شما چی گفته ایستادید؟ باز میگوید من نفهمیدم. باز میگوید من نفهمیدم. نمیشه در همین یک بلند آشیانه خانه گیرم زندگی کنیم. بچه جان، من در بلند آشیانه زندگی کردن نمیتونم. خیر، اگر میلش کارت که زیاد باشد در آشیانه‌های بالا نیو یگون حولی میافتی میلش، من راضی بچه جان. تو من رو دیوانه فکر کردی؟ ها؟ گوش کن، باغ با باغ میگردی، طربخانه با طربخانه میگردی، تنجی است؟ یگون مشوقه داری؟ من نفهمیدم اکا جان. شما چی گفته ایستادید؟ باز میگوید من نفهمیدم. تو همه چیز رو میدونی، خودت رو بنادانی میزنی. من خودم رو بنادانی نزدم اکا جان. تو فکر کردی من یگون دیوانه هم تو رو نمیدونم؟ ها؟ تو من رو یگون گران خیال کردی؟ شما چی رو در نظر دارید اکا جان؟ تو انمی خیلی ویران بوده که شوهر تو رو از خونه پیش کرد. اومدی در سری من بار شدی، نانی دهنی مرا خورده ایستاده. میدونی میرا؟ بین شما روزی هستید ها اوچا جانی من. این طور که باشه حتما از پسی کار هستم اوچا. من میخواهم دیه رو دوست میدارم، برای که در آنجا من کلان شدم و گذشته هم رو نیز فراموش نمیکنم. صدقه نمی نان و نمک شوی، صدقه نمی خونه و در شوی. فهمیدی؟ رو دف شوی از ده. حالا وقت ساعتش آید من با تو میفهمونم. تو خدا زده میمونو. بچه جان، لبه اوچا جان، لیکن تو یک خواهش دیگر دارم. خوب اوچا جان، چی باشه؟ اقلا در یک هفته یک بار یا دو بار باید که به ده برگردیم، به حولی برگردیم اگر روزی باشه. البته گفته شما رو نیز فراموش نمیکنم. در یک هفته 2 مراتب به دیه میرویم. خدایا خودت مدد کن تا اینکه ده نشونوی فرزندی پدرم نشوم. یک بریده نونی که به من میدهد اما زهی تنها میکنه. یا اللهی بزرگ، هیچ روزی سخت بود که به سرم آورد دیگه جا. تنجی هست اوچا، تنجی. یگون چیزی نادرست خورده باشم اوچا جان. من از شما خیلی باوری نداشتم اکا جان.
من فکر میکردم که شما یک عمر مرا دستگیری میکنید. نه که شما که جان مرا یک بریدم نان دادید و از بینیم برآوردید که جان. خدایا ببخت و بیروزم کردی، در نیمه راه هم موندی. نیک امیدوارم که تنها شنوی فرزندی پدرم نکنی. امیدوارم که یک روز نه یک روز های بی بخت و روز میگردم. السلام علیکم موچه جان. و علیکم السلام دختر. من در اینجا دیدم 3 سال شما کلان، خواستم از شما چیزی را بپرسم. مرحمت دختر جان، مرحمت. من از دهه به شهر برای جستجوی کار آمدم. بیا شمس. السلام علیکم. خوش آمدی. خواستم طلبندگی کنم ولی خداوند دست پای سالمم داده است، بر این کار نمیتوانم راضی شده. راستی هر کیا هر مسئولیت دادم ولی ناموس امروز و فردا هم به این کار اجازت نمیدهد. دختر جان، چی چیز تو را به این راه دل داد؟ خوش آمدم. منو شناختی؟ بله شناختم. من کی؟ مادر انیس. انیس نه، انیس جان. شمس بقفونی بابا. راستی مادرم بیمار است، باید فردا جراحی شود ولی پول نداریم. بچه جان، با این دختر را یادم حتما اوچه جان، چی سخنی که شما میکنی بالای دیده من است، حتما اجرا میکنم. میخوای صاحبی همین عروس چه شدی؟ بله میخوام. پول کار کردن میخوای؟ بله میخوام. من نمیتوانم این پول را قبول کنم. اگر در کار باشد من یگانجا کار میکنم یا اینکه سراغتان را دید من به شما باز پولتان را بر میگردانم. مادر جان گیر دختر جان، گیر مادرت را قبول بکن. سراغتان را دید من باز کار کرده و شما بر میگردانم پولتان را. خوب، من بعد شفا یافتن مادرم باز به شما زنگ زده پولتون رو برمیگردونم. خوبتر میشد یگان جای کار میبود کار میکردم. بوی شدن میخوایی؟ میخوام. صاحبی همین خانواده شدن میخوایی؟ همین تو از دهاتی چی کمی داری؟ نه تو از دهاتی چی کمی داری؟ میخوای که از دهاتی بالاتر شوی؟ بله میخوام. اینش رو هم اندیشه میکنی؟ کار کردم میخوای شما؟ خب شماره من است. بعد از شفا یافتن مادرتون به من زنگ زنید، حتما یک فکر میکنید. هزار رحمت اوچه جان به شما. شما بسیار در حق من خوبی کلام کردید. من هیچگاه خوبی شما رو فراموش نمیکنم. رحمت با من همکاری کن؟ میخوای با من همکاری کردن؟ بله میخوام. میخوای؟ دوامش در خانه. بیا. خوش آمدی. خوش آمدی. خوش باشی.
مرحمت. ту зинҳор ашкатро нарезу чаҷон. мо низ ҳамин рӯзҳоро дар ёдат ҳаст аз сар гузарондаем чаҷон. дар ёдат ҳаст вақте ки ту бемор будӣ уча? гузашта гузашт, леки гузаштаро фаромӯш кардан фикр мекунам кори хуб нест учаҷон. гирья накун учаҷон. ман барои ҳар як қатраи ашки ту аз дунё гузар мекунам очаҷон. ҳар супориши ту болои дидаи ман аст очаҷон. меравем очаҷон. биё Шамс, гузар. як бори дига хуш омадӣ. саломат бошӣ. Шамс, медони чӣ? Одамизод доимо орзу мекардааст. орзуи бой будан, орзуи соҳиби ҳама чӣ шудан, лекин ин ҳама чӣ ба осонӣ ба даст намеояд. ту медони ҳамина? барои соҳиби чизу чора шудан азоб кашидан дар кор. фаҳмидӣ? ман мехоҳам ки дар бари худам оз як одами боваринок дошта бошам. фаҳмо? ту гапҳои маро ҷиддӣ қабул кун. фаҳмидӣ? мардонавор қабул кун. سلام. و علیکم السلام. بچه جون اومدی جونی موچه جونی اومدی جونی من بچه جونی من فاروق جونی فاروق هر وقتی که دستانی تو در بدن من میرسد مادر تصور میکنم که در دنیا از من بر این خوشبختترین شخص وجود ندارد. بچه جونی من بچه جونی من تو در باره پول در باره که با تو چیزی که لازم است فکر نکن. این همه در تایی دستی من انیسم از این کار دست کشید. من حاضر میخواهم که در باره خودم یک مردی بقوت باشد. من همون مردی بقوت در سیمای تو میبینم. چی گفتی؟ اگر تو راضی باشی با من همکاری کردم تو چیزی که خواهی من با تو مهیا میکنم. بچه جان آخر تو از کار اومدی خسته شدی در دم گیراخی تو فقط با من مشغول میشی و وقتت با من میگذرونی. گوش که بچه جان هر وقتی که من خطی تویم موچه وقتی من شیرین است. من هیچ گوه مونده نیستم. اوچه جان میدونی چی؟ چی؟ شما مرا شیری سفید دوده کلام کردید. هر وقتی که این موی سفید شما رو میبینم دنیای من باز سفیدتر میشود. این موی سفید شما مرا در زندگی باز هم استوارتر میکند. در این دنیای دودر مادر جانی من ان همین موی سفید شما سبب میشود که من حس آدمگریم رو فراموش نکنم. اوچه جانی من با این خاطر زینهار نگوید که تو از کار آمده ای مونده شده ای رفته استراحت کن. هر وقتی که میبینم تعب شما خوش هست برای من استراحت است. اوچه جان شمس لبای خدا خیرالله دوریه دادن؟ بله دادم. استفاده بردی؟ استفاده بردم. روزی بچه ها با از خارجه یک دوروی نو روی کردن. یک لیمون چای دم کن. یک دوروی نو روی کردن. فهمیدی؟ دوزش به نهایت بلند. فهمیدی؟ روزی من دوره با تو میتیم تو برده استفاده میبری. میدونی چی؟ من میخوام این دهاتی زود نمورد با مثل سگ جان کنده مرد. فهمیدی؟ فهمو خلا جان. انا بعد
مصاحبی چی میشویم؟ دعوت میشویم فهمیدی؟ بید؟ سلامت نوشی باشی جانت. خاله جان. دوری گفته دارم. شما رو همه شمال میکنم. تو با من وعده کردگی بودی که وقتی خانه دار شویتا با من میگویی تو به یگون خلاصه اومدی کی تو خانه دار میشوی خیر با من گپ زن بچه جون. البته روچه جون این مسئله ما حل میکنم. بچه جون هیچ روچه جون چی گپ شد با تو؟ کمتر مونده شدگی هستم از همون حساب باشد. من کمتر دم گیرم روچه جون اگر اجازت دهید شما. عجلی تو در درون همین باکی سفید شانس لبای دیدی؟ الان یک اوباکی سفید باید الان این دهاتیه احتیاط کن فهمیدی؟ آورد لیمون چه؟ خیلی یک بار دیگر خوش اومدی. سلامت باشین خاله. یک برو گیدو نباید بیم اگم کمبوتی باشد گازت با کمبوتیوش اصلاح میکنیم فهمیدی؟ بلش برای که آینده از آن تو میشود کن در بچه جون خوش شروع روچه جون در بچه جون خدا جون با این بچه جونی من چی گپ شده باشه خدا جون فرزنده که من در پایی اسمت گپ داری خیلی من کم ترک کار دارم باید کارم بینم خیلی یکم کمبوتی باشد با من زنگ زد بلش من سلام نگفتم یک بار دیگر نقص فکر کن آها بلش خیلی خونم داره یک نگاه کنم باید خلاصه بیام فهمیدی؟ بلش خیلی درست میگوید الو لبای من شما را در نزد اپرا بلت انتظار هستم. اینا اومدم من هم نه ایلش خوب چند وقت است من شفیع رو کار میکنم من هم باید سوی به همه خیلی ماشین سوی به همه خیلی خونه و در باشم سلام علیکم. شما برای من یگام جای کار یافته؟ با فکر اینها
روزی شیدم در کن زو کردنگی ابله ولی من یا فکر کردم مادرم برای من یا پیشنهاد کردم من برای شما در خانه جای کار پیدا کردم من همه روزه به خانه دیر میبیایم مادرم برای بچین پخت پز خانه مشغول میشوم هرچنده که تکرار به تکرار میگم این کار رو نکنید لیکن مادر جانم میکنم شما میدونید که مادرها دل بزرگ دارند اگر راضی باشه شما در خانه با مادرم یاردم کنید پولش رو پرداخت میکنم همه وقتا یکم مشکلات نیست راضی بودم میتوانید البته من راضی برای چی نه البته را میکنم از داشت میبرایم نه تو خودت با پولی مردم خونه و در ساختی و امروز ما رو تنها کیونا میکنیم یک بریدن رو نمیدی از دو پتی بینی هم میبراری نه هایز میبینی من از این رو هم هیچ وقت ور نمیگردم خوب من این رو با مادرم خبر میدیم و با شما زنگ میزنم ای روز دوشنبه مرحمت با کار بیایید خوب؟ مالش خوب من انتظار میشم خوب اوه فروخ بچه خلاص آمده باشید شما از فکر دیوانه می شوم سیریستا یک بار زنگ زنم لابای لالو سلام فروخ سلام علیکم سلام من منتظر زنگ شما بودم فروخ بچه خلاص آمدید ما روزی هم از پس کار میشویم خب من روزی بله من روزیم خوب من به نزد شما میآیم کدام وقتی فرصت شد بیو من منتظر میمونم مایلش خوب مایل خوب بیو خوب به نهایت خرسند شدم خدایا من باید زندگیم رو خودم پیش برم نه اینکه تناسوری این فرزندی پدرم شوم مایلش خوب همش میگذرد سلام علیکم بچه جان شما جان بیا بچه جان کنی نغزه بخشن خوب هستین؟ با قوته نه سوسته الو انیس جان السلام علیکم ناز رحمت خدا چقدر جانم چه انیس چی فکر کردی بچه جان؟ گفتنی که از فکرت نمیگردیم خیلی؟ من گوش کن انیس مدامی که تو از فکرت نمیگردی
وقتی که به خارجه میروید ترک کار، ترک خانه و در و مادر و پدر میکنی. اگر در یکم مشکلی افتیدی دیگر به در خانه من نیاد. فهمیدی؟ در خانه من بروی تو بسته است. فهمیدی؟ وقتی فرزندی که از گپی منو از نقشه کشیدگی من میبراید به من خیلی فرزند لازم نیست. فهمیدی؟ اکم شناسا؟ هسته؟ خونه ده خوبه، خوبه موبایل ده. خوب باشد. نه خوب باشد من دارم بیرون میکنم. نه درو من موزر علاو میکنم. خونه گرمه می درو بچه جو. درو. دیگر این خانه و در، این ماشین، این وظیفه یکم تاش از آنی تو نیست. فهمیدی؟ باشد جانیوچه چیزی که خودت میدونی. مایلش تو دست کشیده باشی من دست نمیکشم. فهمیدی؟ باشد همین قدرش رو به تو خاطر رسان میکنم که فراموش خانه و در کن. فهمیدی؟ تو دیگر در یگان جا خانه و در نداری. تمام. بزر بچه جو. بیا چه برو بچه جو. برو. درو بچه جان تو دراشین من حاضر میبیم بچه جان. مالش بچه جان مالش. خیلی دوام کارم میبینیم. من خودم زنده کو. دوام کار خودم میبینم. شمسه با دوم افتاندیم. آدمی باورینو که این دهاتی همین شمس است. تمامی سیر و اسرارش شمس میدوند. جای نازکیش میدوند. خیلی یک مادر این چی؟ شما توف کند پرید رفت. تو خیانتکار، تو باز با خواهری من نیتی بد میکنی ها؟ تو خودت را دوست میگیری و نیتی تو رو من فهمیدم. انیس تو ترسیده باشی من نترسیدم. با من لازم باشد این خانه و دره این کت کت همه شمی فروشم لیکن از نقشه کشیدگی هم نمیبرایم. فرزندی پدر دهاتی انیسی ترسون چک. حاضر بین من با تو چی کار